اصلا انسان شاعر یا که خود حافظا میگن که همون وقت مثلا ترانه از تایید میخونن که واقعا اونو از نمیدونم کدوم یک دختر زیبا باشد، طبیعت زیبا باشد الهام میگیرن. شما کدوم وقت بیشتر احساسی ترانه سرایی میکنید؟ اصل صنعتکار اصیل در همه موضوع از صدق دل سرود رو زمزمه میکنه و میسراید و هر یک موضوعی که ما انتخاب میکنیم مثلا غریبی، مادر، عاشقی یا نام دختری هست همش برای پیشکش مخلصان ما هستند و ما اون رو پیشنهاد میکنیم برای مخلصان. ولی شما بیشتر ترانه‌های میسراید که واقعا در مورد غریبی است، مسافرت است، هجرت است، در دوغامی که مثلا اویله‌های اونو مهاجرتن همونش شما مثلا میگه. خود شما بوده در مهاجرت بوده؟ نه راستی ما در مهاجرت مینتی نبودم. اکثریت سروداتون در مورد مهاجرت است؟ من سرودی مهاجر، سرودی غریبی با از قسم ها عبارت از قسم 1، 2، 3 شما پیشکش کردیم برای مخلصان. این بعد قسم 4 شما تیاری نیستیم. نایی جان واقعا شما یک کلیپ دارید که در اون مثلا جدایی فرزند و مادر، یعنی فرزندی که در مهاجرت است از اون قصه میکند. این کلیپ به زندگی شخصی شما یک ربط دارد؟ وقتی که رئیسر ما سراج عبدالله این موضوع را برای ما پیشکش گردان و گفت که وقتی که شما دیدگین گفت که اگه سراینده ای که مادر با همراه پسر خونه، پسر با همراه مادر، وقتی که این موضوع رو برای ما پیشنهاد کرد، برای ما موضوع در چشم خودش لگی بود که در صنعت تاجیک یک ایده نو بود. وقتی که مهاجر بچه از اونجا درد دلش رو با مادرش میگه، مادر درد دلش رو با فرزند. خب در این جدا استاد اولین شما کی است؟ استاد اولین ما پدرم میشه. پدرتون یعنی در سوهای صنعت بودن؟ ولی سالهای پیش در انسامبلی که در شهر خرمانتیپه با نام موج وحش بودن، در همونجا کار و فعالیت میکردن به حیث نوازنده. امروز موضوع مهاجرت در جامعه یک مشکل داغ است و سرودهایی که شما میسراید اونم بیشتر در موضوع مهاجرت است. متن ترانه‌های شما رو کی مینویسد؟ متن چرا شاعر سراج عبدالله. متنش هم کس ترانه شما؟ یک سوال دیگرم دارم با شما که مثلا امروز به سرمایه رشد کردن سراینده ها مشکل است. شما میگفتید که ترانه های شما رو، یعنی خود شما رو مثلا کی سرپرستی میکنه؟ سرپرستی هم پدرم هم مادرم و خودم که از برنامه‌ها که میرویم حسابی همون مبلغات خودمون مخمون سرپرستی میکنیم. خب کم کم بچه‌های مهاجرم کمکی مالی میکنن. واقعا بیشتر شنونده های ترانه های شما مهاجران هستند و از نگاه خود شما ترانه هایی که شما میسراید مهاجران چگونه قبول میکنن؟ بهترین قبول میکنن. در حسابی سرودو بر مهاجران میرین از وطن برای من ماشین توفا کردن، خانه توفا کردن. میشود که در آخر سمان ترانه هایی که ایجاد کردید و از ترانه غریبی چند مصرع برای مهاجران کنید؟ خاکی وطنم مشکوام بردارده، هر قطره آب شیرین تر از قند دارده. دوست قدم با خاکش آهسته بیمان، صدقه وطنم که بوی مادر دارده. دوست قدم با خاکش آهسته بیمان، صدقه وطنم که بوی مادر دارده. چیلیکا کی باریکا کی مادر منده، دردی دلی من برای یک فرزنده. تاجیک بچه های جدا از خانواده، ما چای بچه های دل درمانده می. تاجیک بچه ها جدا از خانواده، ما چای بچه های دل درمانده می. مهاجرم مهاجر، مهاجرم مهاجر، مهاجرم مهاجر.